سردار ریاست وزارت کارهای داخله در ولایت مختار کوهستانی بدخشان اشتراکداران چهاربینی را به مناسبت 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان از نام وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان رحیمزاده رمضان همراه تبریک و شادباش نموده به همگان تنصیحاتی و خانوادگی و صلح و ثبات همیشگی کشور را تمنا نمود. ضمن برآمد قید نمود که سالهای اول استقلالیت برای جمهوری تاجیکستان سالهای نهایت وزنین و گران افتاده محض کوشش و زحمت خسته‌ناپذیر خلق تاجیک با سروری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان امکانیت دست داد که صلح و ثبات در کشور تامین و نظام کنستیتوسیونی برقرار گردد. از این رو هر یکی ما باید وحدت و استقلالیت کشورمان را مثل گوهرک چشم حفظ و حمایت نماییم و برای پایداری همیشگی صلح و امانی مملکت همواره سعی و تلاش به خرج دهیم. سردار ریاست قید نمود که دستگیری طبقه نیازمند جامعه همیشه در محور سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان قرار داشته با مقصد در عمل تطبیق نمودن این عمل خیر و ثواب در عرفه همه گونه عید و جشن‌ها از جانب رهبریت وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان و ریاست وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ولایت مختار کوهستانی بدخشان به نیازمندان و برجاماندگان، یتیمان و شخصان دارای معیوبیت کمک رسانیده می شود. همین است که از طرف مسئولین در جماعت دهاتی یزگلام ناحیه ونج به یک قطار نیازمندان، برجاماندگان، یتیمان و شخصان دارای معیوبیت به ورزشگران نامآور جماعت لباس ورزشی، تحفه‌های ارزشناک در وضعیت تنتنوی تقدیم گردید. مسئولین جماعت دهاتی یزگلام ضمن برآمد تاکید داشتند که استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان برای هر فرد خودشناس و خودآگاه کشور مقدس‌ترین جشن ملی به شمار می رود. ما ساکنان جماعت دهاتی یزگلام ناحیه ونج همیشه از دستگیری و غمخوری‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برخوردار می باشیم که محض با دستگیری حکومت مملکت ناحیه ونج و جماعت دهاتی یزگلام در دوران 30 سال استقلالیت کشور به یک گوشه رشد یافته تبدیل گردید. ساکنان در نوبت خود برای در سطح بلند پیشواز گرفتن جشن 30 سالگی استقلالیت کامل دولتی ابراز عقیده نموده برای دستگیری های پیوسته منتداری خویش را به پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان عرضه نمودند. همزمان در چهاربینی برای بلند خاطری اشتراکداران محفل باشکوه فرهنگی دایر گردید.